چالش طراحی 5 مدل آستین. روز اول آستین لالی. الگوی اولیه رو با هر متدی که هستین رسم کنید. از قسمت مچ به سمت تاج آستین خط وسط آستین رو برش بزنید و یک عوضمان به این قسمت بدید. حالا عوضمان رو نصف کنید و از تاج یک خط کاملا صاف بکشید که این خط راستای آستین باشه. از پهلوها میتونید حدود 5-6 سانت اضافه کنید و به قسمت زیر بغل صفر کنید اگه بخواین گشادتر باشه. حالا قسمت جلو و پشت آستین رو مشخص کنید. از تاج آستین به اندازه 10 تا 12 سانت به طرفین برید، در قسمت جلو و پشت رو مشخص کنید و یک علامت بزنید. از قسمت مچ آستین به اندازه 10 تا 15 سانت بالا برید و علامت بزنید. حالا از این علامت هایی که از تاج آستین زدیم 10 تا 12 به صورت هلال، طوری که از این نقطه‌ای که از مچ آستین بالا رفتیم بگذره و بعد به پهلوها به این صورت صفر بشه. دو طرف رو به همین صورت این طراحی رو انجام بدید که از اون نقطه حتما بگذره و بعد به پهلوها صفر بشه. این آستین رو میتونید به صورت آستین کوتاه، سرب یا بلند طراحی کنید. میتونید از 10 تا 12 که گفتم بیشترم به این طرف بیاید. حالا یک طرفش رو باید کپی کنیم. الان من قسمتی که برای جلوه کاملا کاغذ پوستی گذاشتم و رولت کردم به این صورت. حتما موقعی که کپی میکنید خط وسط آستین رو رولت کنید و اون قسمتی که 10 تا 12 بودم برای نقاط موازنه علامت بزنید. حالا یک قسمتش هم از روی الگو برش میزنیم به این صورت. بعد از قسمت درز زیر بغل الگوها رو کنار هم میذاریم که ما روی این آستین درز زیر بغل نداشته باشیم. به این صورت کنار هم قرار میدیم و چسب میزنیم و بعد موقعی که دوخت میخوایم بزنیم حتما اون دوتا تاج آستین که گفتم خط وسط آستین رو روی هم قرار بدیم. یه سری نکاتم توی کپشن بهتون گفتم.